دوستان عزیز درود. نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را منظورتان می‌گردانیم و مطلب نخستی برنامه امروز فراگیر خریداری‌های بزرگ سعودیان خواهد بود. در مسیر 3 سال از سال 2016 تا سال 2019 هم سهم بخش ورزشی در مجموع محصولات داخلی عربستان سعودی قریب 3 مرتبه یا خود از 2.4 تا 6.9 میلیارد دلار زیاد کرده شد. این هم در حالی است که ارزش چمپیونات فوتبال این کشور باید که سال 2030 از 800 میلیون تا 2.1 میلیارد دلار زیاد کرده شود. همه روند بزرگ انقلابی را شاهزاده میراثبر محمد ابن سلمان در دایره عملی کنی برنامه ویژن 2030 راهبری میکند. با شرافت برنامه مذکور حکومت سعودیان رشد فوتبال و سبقت‌های فوتبالی را در سرتاسر کشور انتظارند. این هم امکان می‌دهد که چمپیونات عربستان سعودی شامل 10 لیگ بهترین جهان کرده شود. هدف اساسی برنامه ویژن 2030 با تنظیم دراری وضع اقتصادی توسط ورزش می باشد. بویاری آلات‌های نوین از سرمایه‌گذاری در لایحه‌های ورزشی عربستان سعودی نیت دارد که وابستگی از نفت را که 70% بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد با واسطه سیاحی و ورزش کم کند. هدف‌های اساسی برنامه نگاه 2030 هم خلاصی یافتن از وابستگی نفتی، رشد سیاحی، بلند برداشتن ایمیجی کشور و شخصیت محمد ابن سلمان، تشکیل ملت سالم و تشویق اندیشه برگزاری چمپیونات جهانی می باشند. در برابر عملی کنی برنامه‌های فراگیر و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در سمت ورزش از جانب سعودیان از ترانسفرهای عالمگیر فوتبالی هم نباید فراموش کرد. تشریف رونالدو، نیمار، بنزما و بازیگران دیگری نامدار به چمپیونات عربستان سعودی دقت تماشابینان را سوی خود کشید. مصرفیات ترانسفری باشگاه‌های عربستان سعودی امسال از سودای 9 سال پیشین در مجموع پیش گذشت و طبق معلومات CS از 992 تا 547 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. در افزانه تابستانه ترانسفری تنها چلسی بیشتر از الهلال پول مصرف کرد و اینجا 464 میلیون یوروی لندن مصرف کرده و تیم الریاض 353 میلیون یورو از خزینه بیرون کرد. در مجموع تیم‌های محلی قریب 1 میلیارد یورو 958 میلیون طبق فرضیه ترانسمارکت برای خریداری 280 بازیگر مصرف کردند. به حساب میانه برای آوردن یک بازیگر 3.5 میلیون یورو صرف شده است. بعد آمدن 280 بازیگر نو، البته که ناوابسته از اقلیم گرم، ورزشگاه‌ها از مخلصان پر می‌شوند و شهرتمندی خود بازیگران با جلب سرمایه‌گذاری‌های رکلاموی با رشد سیاحی از جانب دیگر علاقه ثمره کاری برنامه ویژن 2030 می باشد. همچنین سال 2034 سعودیان میزبان جام جهان می شوند و به نظرم برنامه فوتبالی چینی ها را علاقه تنبل ترین ها هم فراموش کردند. نشود که در لیگ چمپیون های اروپا هم ما دیگر النصر و الهلال و الاتحاد و الاتفاق را بینیم، زیرا چی بازیگری سالم و سرش کار میکردگی اروپا کی بود همش سلاپوش و عرب نشین شد. برزم چنین دارایی و پولداری سعودیان و جلب یک زمره بازیگران از جانب عربیان، اروپاییان فوتبال خود را رشد دادن میتوانند و این هم از دانش و مهارت ساکنان جهان کهن منشأ میگیرد. مثلا لیورپول را هرچند که عرب‌ها تابستان طلع و تاراج کردند و باز چلسی میسون ماونت را از دستش کشیده گرفت، تیم کلوب توانست یکی از بهترین موقع نیم حمایه را در اروپا سازمان دهد. یکی از سبب‌های اصلی نزدیک شوی تیم یورگن کلوب به صدر جدول البته به شرافت بازی زیبای دمینیک ساباسلای می باشد. نفری که برای عوض میسون ماونت آمد و اکنون به ستاره نو انفیلد تبدیل یافته است. به همگان معلوم است که پیش از خریداری ساباسلای و رایان گراونبرگ برای لیورپول نفری اساسی ماونت به حساب می رفت. بعد آنی که معلوم شد میسون بیشتر اشتیاق نسبت منچستر یونایتد دارد و بر عوض 55 میلیون پوند به صف دیوان سرخ هم پیوست، دیگر سرخان را ضرور آمد بر رسته‌های دیگری بازار روند. اخیراً بعد دعواهای زیاد ساباسلای از RB لایپزیگ بر عوض 61 میلیون پوند آورده شد و برای بازیگری جوان ونگریایی
معاش هفته‌ای 120,000 پوند هم مقرر کردند. معلوم نیست که اگر ماونت به لیورپول می آمد بازیش چگونه می بود، ولی ساباسلای بعد هر بازی پرقوت‌تر می شود. سابق بازیگر یونایتد گاری نیویل باشد در مورد نقش‌های ماونت و ماگوایر چنین گفت: هری ماگوایر می‌خواست به منچستر سیتی گذرد و میسون ماونت به لیورپول رفتنی بود، ولی آنها اینجا آمدند و برایشان یونایتد به قبرستان تبدیل یافت. بعد 10 بازی اگر ساباسلای هر دقیقه در میدان است، ماونت 4 مرتبه در صف اولیه بود و هیچ یک عملی نتیجه بخش هم ندارد. در برابر آمارهای دلچسب ساباسلای همچنین از بازی رنگین مکالیستر هم نباید فراموش کرد. نواسته از آن که تیم کلوب تا حال با گرندهای انگلیسی برخورد نداشته است، خط نیم حمایه این تیم از روی توپ نگهداری در اروپا یکی از جالبترین هاست. بازی مکالیستر، ساباسلای و ترنت الکساندر آرنولد کیفیت می‌آورد، به شرافت چیزی که هاروی الیوت و کیورتیس جونز هم ثمره ناکند. گراونبرگ هم بعد گزارش از باواریا برای تیم کلوب منفیت‌های خود را آورد. خلاصه هرچند که تابستان وابسته به محدودیت‌های مالیوی تیم کلوب استعدادهای نادری را از دست داد و آنها نیز از رفتن به سمت دیگر پشیمانند، لیورپول توانسته است که دسته مکمل تأسیس دهد. اخیر گپ این است که کلوب هم خریدن فوتبالبازانی درکاری را از گواردیولا یاد گرفته است. در عربستان اگر با پول فوتبال می‌سازند و انگلیس‌ها فوتبال آفریدند، برزیلیان را در جوهرشان فوتبال است و ما از این ملت دنیایی هزاران ستاره ها به جهانیان تقدیم می‌کند. برای درک سیاست ترانسفری پنتاکامپیون ها باید گفت که بازیگران برزیلی سرطلبند و در بازار جهانی از برایشان جنگ است. پول‌های زیادی که از برای بازیگران برزیلی در این دنیا چرخ می‌زند، پولی است که آنقدر مبلغ نه برای شکم می رود و نه برای درست کردن رخت خواب. مثلا گزارش نیمار 21 ساله و بارسا و بعداً ارتباط ترانسفری 220 میلیونه به PSG، کوچیدن وینیسیوس جونیور به ریال در 18 سالگی، اندریک را الکی در 17 سالگی به عقب کردند و بارسا ویتور روکه را کیم کای خودی کرده است. حتی کرمک‌های زیر سنگ هم می‌دانند که بازیگران برزیلی در عالم فوتبال از همه قیمتند و وقتی یادآوری از تاپ 10 ترانسفرهای عملی شده از چمپیونات برزیلیا با قول گوش‌ها هم می‌جنبند. مثلا نیمار از سانتوس به بارسلونا سال 2013 بر عوض 88 میلیون یورو آمد و رودریگو از سانتوس به ریال سال 2019 با ارزش 45 میلیون یورو پیراهن نو پوشید. وینیسیوس جونیور فلامنگو را به خاطر 45 میلیون یورو یک طرف گذاشت و سال 2018 با ریال عوض کرد. چهارمین ترانسفر قیمت‌ترین از چمپیونات وطنی پله این گزارش لوکاس مورا از سان پائولو به PSG سال 2013 با ارزش 40 میلیون یورو می باشد. درباره 10 گانه بهترین نمیگویم، ولی باید اشاره کرد که صف 5 گانه گرانترین ها از چمپیونات پنتاکامپیون ها گزارش ویتور روکه از اتلتیکو پاراناینس به بارسلونا بر عوض 40 میلیون یورو می باشد. نفری که سال 2024 پورا نیلونوری پوش می شود. اگر به تاریخ سودای فوتبالی میان برزیلیان و اروپاییان سر زنیم، از تاپ 50 رده‌بندی آماری خط سیر محبوب ترین برایشان اسپانیا می باشد که آنجا 13 بازیگر رفتند. در زینه دوم انگلیا با 10 بازیگر و در زینه سوم ایتالیا با 6 بازیگر است. گپ را دراز نکرده در عموم اوید فایده اقتصادی تیم‌های سری آی برزیلی از فروش بازیگران میگویم. موسم 22-23 239.2 میلیون یورو به دست آمد و موسم 21-22 212.1 میلیون، در حالی که موسم 2021 این مبلغ 187.8 میلیون بود. در 5 سال اخیر این مبلغ 1.3 میلیارد یورو را تشکیل می‌دهد. با قول پایگاه تحلیلی CS فوتبال ابزرواتوری، درآمد تیم‌ها از فروش بازیگران در 10 سال اخیر به مراتب زیاد شده. یک بار تیم این کشور شامل تاپ 10 از حساب درآمد سودایی شدند.
همزمان بعد تحلیل 116 مسابقه‌های مختلف برزیلیا در رده‌بندی زینه یکم را صاحب شده از فرانسه و آرژانتین و انگلیا پیش گذشته است. برزیلیان رفتن به پرتغال را زیاد نقص دیده موسم 22-23 این کشور بیشتر از همه از برزیلیا بازیگر خریده است. در عموم پرتغالی ها 213 بازیگر از وطن نیمار آورده. خط سیر دوم محبوب برای برزیلیان ژاپن گردید. آنجا 79 نفر رفتند و امارات متحده عرب از این کشور 49 بازیگر خریده است. طبق نتیجه تحقیقات فدراسیون فوتبال برزیلیا با شرکت کنسالتینگی EY در ماه نوامبر سال 21 تیم‌های محلی 52.9 میلیارد ریال کمتر از 10 میلیارد یورو به دست آوردند. این هم 0.72% از مجموع محصولات داخلی عمومی برزیلیا می باشد. با وجود این و بودجه این کشور فوتبال 761 میلیون ریال در شکل اندازها یا خود 1.4% از مبلغ عمومی فایده آورده است. ولی بر زمین اینقدر پول فایده از فوتبال و توپداران شماره نفران بیخانه و پای برهنه در برزیلیا هیچ کم نشد. اینقدر پول کجا می شود؟ البته نه تو دانی و نه من، بلکه جامعه فوتبال این کشور می داند. دسته دیگر اروپایی در ردیف شانه‌پن‌ها و پلنگچنگالان بازاری اورofutbol سر بالا کرده توانست. دیناموی زاگرب می باشد که به شرافت کارهای به قول کمرسانت‌های آن خود را شامل توپ 10 کارچلان‌های اقتصادی رساند. این به خاطر زحمت بزرگی اکادمی این تیم خرواتی است. هرچند که دینامو زاگرب علاقه تابستان آینده در آرزوی بازگرداندن لوکا مودریچ می باشد، خودی باشگاه سالیان زیاد شامل توپ 10 دسته ها از روی موازنه ترانسفری می شود. در قیاس با استادان دیگری صفدایی، دینامو باز از همه کم در بازار مصرف می کند. در 10 سال اخیر تنها 76 میلیون یورو مصرف کردند، در حالی که PSV مصرفیات قریب 227 میلیون دارد. دینامو از برای هر کودک 2 میلیون یورو میپرسد، ولی با وجود این بازیگرانش بر وقتی دسته را ترک میکنند. مصرفیات کمی دینامو امکان میدهد که دسته در خرواتیا کامیاب باشد. از سال 2006 تنها یک مرتبه قهرمان نشده است. اصلا دیناموچیان از حساب دستپروران خویش زنده می باشند. اسرار موفقیت در آن است که دینامو استعدادها را از کل کشور سرجم می کند. خود مودریچ در سن 16 سالگی شامل اکادمی شد. بعد 3 سال علاقه نسبت بازیگری زاگرب، چلسی و تاتنهام شکارچی شدند. از جانب دیگر سطح چمپیونات خرواتیا وادار میکند تا دستپروران را بهر کسب تجربه به تیم‌های لیپزیگ، آیاکس یا لیون روان کنند. دسته‌هایی که بعد این بازیگران را با نرخ‌های بلندتر می‌فروشند. گواردیولا را لیپزیگ با نرخ 36.8 میلیون یورو گرفت و به من سیتی 90 میلیون فروخت. ماتئو کوواچیچ به اینتر همگی با ارزش 11 میلیون یورو رفت و بعد 2 سال با نرخ 33 میلیون فروخته شد. دیان لوورن را لیون با ارزش 9 میلیون گرفت و ساوثگمپتون علاقه از برایش 25 میلیون کار کرد. از جانب دیگر مخلصان از آن شکایت میکنند که جوانان را از دسته به بروقتی جواب میدهند. کوواچیچ در 18 سالگی، گواردیول در 19 سالگی، لوورن در 20 سالگی، پیاسا اولمو چارلوکا در 21 سالگی، مودریچ در 22 سالگی و شوتالا در 23 سالگی. با استثنای خریداری ناکام مارکو پیاسا از جانب یوونتوس، همه بازیگران اکادمی دینامو زاگرب مایه افتخار و پول کارکنی این دسته خرواتی می باشند. در آخر تنها همین را می توان گفت که اکادمی الماسی نیز باید از چنین مدل ها کار بگیرد تا دستپرورانش بازار گذر باشند. از کامیابی و افتخار و سرمایه بیکنار که گفتیم، اکنون میگذریم به پهلوی جنجالی ترانسفرهای فوتبالی. در آمدی گپ مامادو ساکا بعد جنگ با مربی شرطنامه‌اش را با مونپلیه قطع کرد. سابق دفاعگر 33 ساله لیورپول با میشل ترزکریان واقعا هم دست به گریبان شده است. قضیه مذکور سنه 24 اکتبر رخ داده. جنگ بین جانب‌ها در تمرین‌ها سر زده است. قاعده ویرانکنی که نسبت ساکا از جانب مربی به قید گرفتن نشد، اخیراً به تنش‌های لفظی و کشمکشی پیچید. بعد این قضیه مونپلیه ساکا را از تمرین‌ها بیرون کرد و به تحقیقات پرداخت. تحقیقاتی که نتیجهش با رفتن ساکا از دسته با روزگی طرفین خاتمه یافت. چون این قرار البته بعد 10 روز قضیه برآورده شده،
باشگاه فرانسوی با تعریف‌های دیپلماتی نسبت مامادو ساکا برایش در آینده برار خواهند شد. موفقیت زبانی از جانب مونپلیه البته برای ساکا قدر در کار هم نیست، زیرا برای خود تیم و مربی مهمتر از همه خلاص شوی از چنین نفرانی جنجالی بود. قضیه دیگر جنجال برانگیز اطراف بازیگری ناراضی در بوندسلیگا رخ داد که آنجا نیز بازیگر ناحق برآمد. دسته ماینز با انور الگازی شرطنامه را بیکار کرد بعد آنی که بازیگر طریق شبکه‌های اجتماعی فلسطین را طرفدار شد. نیم حمایتگری نام برده بعد تیز و تند گردیدن وضع مناقشه‌ای در شرق نزدیک میان اسرائیل و فلسطین کشور عربی را طرفداری کرد. در نتیجه این قرارش از کار با دسته محروم کرده شد. بعدی صحبت آشکارا میان راهبریت دسته و بازیگر اخیراً ماینز اعلام کرد که با بازیگری 28 ساله به زودی شرطنامه را قطع کرد. در پیامی که باشگاهی گفته می شود که چنین چاره در پاسخ به شرح فوتبال باز در شبکه‌های اجتماعی برآورده شد. به نظرم عمل‌های بازیگر که از میدان فوتبالی بیرون شدند و با وجود دانستن قاعده‌های عمل کننده سمتی دیگر انتخاب نمود و آلمانی‌ها این کار انور سخت مقبول نشد. تیم آمریکایی لس آنجلس گالاکسی باشد به یگان جنگ و جنجال اطلاع داد که با حمله‌ور مکزیکویی خاویر چیچاریتو ارناندز بعد انجام مهلت شرطنامه‌اش خیرباد کرد. ما برای وفاداری به کار و سهمگذاری در رشد لس آنجلس گالاکسی از خاویر سپاسگزاریم. 4 موسم در گالاکسی خاویر چون پیشوای حقیقی تیم در میدان و بیرون از زان بود. ما برایش در حیات من بعد پیشروی‌ها و کلی بهترین ها را خواهانیم، گفته است سرمربی و دیرکتور ورزشی دسته گرگ وینی. ارناندز 35 ساله از ماه یون این جانب در صف گالاکسی و خاطر جراحت به میدان نآمده بود. اکنون فوتبال بازی آزاد می باشد. در عموم از سال 2020 مکزیکویی 82 بازی در صف کالیفرنیایی ها گذرانید، 39 گل به ثمر رسانید و 6 پرتافت گلی به آمار گرفت. سالهای 21 و 22 ارناندز در بازی‌های کلی ستارگان MLS شرکت ورزیده صاحب جایزه‌های بهترین بازیگر تیم خویش گردیده است. اینجا یگان گپی دیگر هم نیست. وقتی نفقه پیرکار که رسید خودسرانه باید موزه و اتاقی در جامعه دانغون کرد و بهر راندن دولت پیری و جای امن رفتن ضرور است. بعد رفتن چیچاریتو البته کارهای فوتبالی به آخر نمی رسند و لیورپول با آرسنال علاقه آن سوی اقیانوس چشم علا کردند. توجه انگلیس‌ها این نوبت نسبت اندرس فلومیننس زیاد بوده. برزیلیان از برای نفری در کاری خویش بیش از 35 میلیون یورو طلب دارند. مرسیسایدیا تابستان نیت خریداری نیم حمایتگر فلومیننس را بر عوض 30 میلیون یورو داشتند ولی جوابی رد گرفتند. لیورپول نوبت وریانت خریداری بازیگر 22 ساله را وقتی فینال جام لیبرتادورس بررسی کرد و از بازیش راضی ماند. همچنین نمایندگان آرسنال و فولهام نیز در فینال بودند ولی با وجود این در تیم برزیلی بر آنند که با دلخواه خریدار تنها بر عوض بیش از 35 میلیون یورو گپ میزنند و حق هم دارند، زیرا بازیگر از کدام درخت نرخته است و از پخته هم نبرآمده است، بلکه او را باشگاه تربیت کرده و سرمایه گذار بوده است. چقانی نقشوی بارسا باشد بر آن است که تیم خاوی بنفیکا را باور میکنند تا فلورنتین لوئیس را بر عوض 40 میلیون یورو فروشد، هرچند که ارزش شرطنامه بازیگر 120 میلیون می باشد. بارسلونا در این بازیگر نفری با اعتماد خطی تکیه‌گویی را دیده. طبق اطلاع دیارو اسپورت به جانب بلاوگرانا بازی پرتغالی بدون توپ و مهارت آغاز هجومکاری پسند آمده است. با وجود این بارسلونا از 40 میلیون یورو زیاد بازیگر را خریداری کردن نمیتواند و این عامل میتواند به پولداران دیگر امیدی کلان بخشد. بهپولی که سالهای اخیر نه تنها بارسا را به رنج گرفتار کرد بلکه لیورپول هم از چنین حالت درد سخت می‌بیند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.